شاید برتان سوال پیدا شده باشد در این اواخر چرا قیمت لپتاپ ها بلند رفته. نه تنها لپتاپ ها بلکه دسکتاپ و در آینده نزدیک شاید هم قیمت موبایل های هوشمند هم بلند شود. دلیلش رشد سریع هوش مصنوعی است که به خاطر رشد هوش مصنوعی به دیتا سنترهای بزرگ ضرورت است و یک سخت افزار زیاد لازم دارند که کمپانی های بزرگ طرفی از اینا رجوع کرده و به خاطر ساخت قطعات مثل رم به اینا وابسته شدند. در قسمت تولید رم و حافظه سه کمپانی مهم فعالیت داره، یکی سامسونگ، اسکی هاینیکس و مکرون است که شرکت مکرون یا میکرون از بازار کامپیوترهای شخصی کاملا خارج شده و با دیتا سنترها قراردادهایی بسته که ما بر شما رم و چیزا تولید میکنیم و به می دلیل وقتی قانون اقتصاد از عرضه کم می باشه تقاضا زیاد قیمتا بلند میره.